ساینتیست یک کلونی موشا جور کرده بود که در اوجه باشن هر چیز ارائه کرده بودن، یعنی نان بود، آب بود، همه چیز، هر سهولت بود. باز یک وقت اونا بسیار فلرش کردن، سادشان تیر بود، نفوسشان زیاد شد. باز داخل اونا بور شدن و از یک دیگی خودم میخوردن و از آخر اموشم از بردم مرد. ای که قابل تشویش هست، لیکن نه مثل که بالیوود برتان میگه یا هالیوود میگه یا ترمینیترز. ما فکر میکنم که کارپوریشن های کلان او فیلم ها رو فند کردن که تا شما دوجه توجه کنین و اصلا اصلی چالش دوجه توجهتان نباشه. اصلی چالش مثلا چی ما برتان خواهد گفتم مالی تا امروز AI انسان ها رو اسیست کرده، لیکن تا هنوز با انسان کار نکرده. یعنی ما که چیزی می نویسیم فقط کمک کرده، همکاری کرده، لیکن با ما تا هنوز کار نکرده. با ما کار چی؟ که برو مثلا از بازار با ما یک سودا بیار، تاکسی شد، یعنی ای تا هنوز نرمال نشده، نرمال نیست، هر جای ادوانس نشده و ای خاط شد. یک موضوع بسیار چیستم. اصلی چالش ای میشه. ما میگم چندین مشکلات خواهد آمد. یکی انسان ها از حد زیاد بیکار خواهد شدن. فکر کو که AI در انجینیرینگ آمد، در روبوتیکس یا در مدیسن که عملیات AI کنه، دوا AI جور کنه، امیال یکان انجیناست که مکمل AI جور کرده که انجینا بسیار افیشنت هستن در شرکت ها، در مثلا مخصوصا در فعالیت هایی که تکراری انجام میشه. بله اتوماسیون. من خودم در کمپانی 25 انجینیر داشتم، امروز من 9 تا دارم به خاطر کارش اکثر AI میکنن. و همچنان اون 9 نفر چی کنن؟ ای فکر کو که 20 سال بعد 80% انسان ها کار نخواد داشتن و AI کارا خواهد کرد. زیادترین انسان ها که امپلای هستن اونا در دولت ها، در ملیتری، در نظامی و همچنان در اندستری مثل فابریکا شد، برق یا آردگه. فکر کو در اینجا مکمل AI آمد، ماشین آمد این کار کردن، جنگ AI میکنه، آل خود زیادتر درون هم شده. انسان ها چی کنن؟ این یک سوال بسیار مهم است و انسان ها که بیکار شوند قابل تشویش است. انسان ها که هر چیز داشته باشن قابل تشویش است. ساینتیست یک کلونی موشا جور کرده بود که در اوجه باشن هر چیز ارائه کرده بودن، یعنی نان بود، آب بود، همه چیز، هر سهولت بود. باز یک وقت اونا بسیار فلرش کردن، سادشان تیر بود، نفوسشان زیاد شد. باز داخل اونا بور شدن و از یک دیگی خودم میخوردن و از آخر اموشم از بردم مرد. این یک تشویش است. تشویش دویم، ما فکر میکنم این مشکل به یک نوع حل خواهد شد، یا مشکل اقتصادی مردم نخواهد داشتن، مشکل مانا خواهد داشتن که چی کنن. و این شما برین در هر بندی خانه پرسان کنین، اگر بندی ها رو مصروف نسازی، بندی ها بندی خانه رو مصروف میسازن. جدی میگم، یگان سرش برق قطع میکنن، یگان ایسی رو بسته میکنن، یگان وقت یک به خاطر که اونا رو مصروف نگاه کنن. اونا که بیکار بشن در بین خود میجنگن. یعنی این یک طبیعت انسان است. از نگاه اقتصادی ما فکر میکنم که یونیورسال اینکم خواهد بود بسیار زود. یونیورسال اینکم چی معنی داره؟ که هر سیتیزن کشور یک فیکس اینکم خواهد داشت، چون کار نیست و کار یک کمپانی میکنه که کپیتالیسم سوسایتیز و یونیورسال اینکم هر کس میگیره. لیکن من این مشکل نمیبینم. من اصلی ترسم در کجاست؟ که مردم بیکار شون، بور شون و چیز نباشه. و این من نمیگم که فقط از صحبتای خودی گپ میزنم، نه، از ریسرچ میگم. در کووید 19، در کووید 2019 جنگ فامیلی زیاد شده بود، خودکشی زیاد شده بود، جنگ در بین شوهر و خانم زیاد شده بود، به خاطری که مردم در خانه بودن، بیکار بودن، دیگه کار نبود، دیگه ذهنش طلاق زیاد شده بود. جدی برات میگم، این در کل جهان منطقی واقعا. یعنی این خودتون ببینید کدام وقت که بیکار میشین چی میکنین، کدام خیر کار دستان میه. واقعا این موضوع یک طرف یک شر میرین. خب باز فکر رو دمو شر اکستریم شوید، دیگه افراد کنی آخر چیز. این یک مشکل است. ولی من با فیلمات چرا ما فکر میکنم که امی کورپوریشن و گورنمنتس مثل کشورهای غربی G7، کانادا و امریکا و جرمنی، این کشورهایی که اقتصاد دنیا قوی دارن، جی پی تی کلان دارن،
اصلی مشکل روباتیکس نیست که ترمیناتور یک کسی خاط آمد و او باز از سکاینت خواب بود و پیش جان میگشت. نه، این ستوری نخواد بود. ستوری چی خواد بود که خودت تا دیزاین میکنه که فکر کنی مثل اونا. چون در ای آی دستشان است. فیلمایی که اونا ساختن که شما میترسان که ماشین یک روز خواهد شما رو خواهد کش، او نخواهد شد. او نخواهد شد به خاطر که هر کشور یک ملیتری دیفنس خواهد داشت. اگر او ای داره خود ملیتری داری، مشکل نیست. مشکل در کجاست که کنترل چطور فکر کنی. پیش گوگل بود، کتاب میخواندی، باید 1,000,000 کتاب نمیشته کنی که درباره یک مورد فکر تبدیل شوانه از انسان. امروز خود در چت جی پی تی نمیشته میکنی، اونا چت جی پی تی را ترین میکنن، خودت چه رقم فکر کنی. اما جوابی که میخوانی بخاطر که انسان چیزی که میبینه میخوانه و مشنوه تاثیر داره. و کتاب از به نام چونسکی میشه که بسیار کتاب مشهور است به نام Construction Conscience، چطور فکرها را جور کنی. دو یک چپتر است به نام Delusion of Choice، انتخابی که از خودت نیست و فکر میکنی انتخاب از ماست. و ما اصلی ترسم همیز که ای کمپانیا فکر کو 5 کمپانی نیست دنیا که اونا فکرای ما را قسم ترین خواد کردن که او خطرناک نسبت است که ما را بکشه. یعنی بزرگترین خطرش ایست که بالاخره فکر ما تغییر بخوره. بله. حتی روی اخلاق ما، روی همه چیز تاثیر. یعنی سوشل میدیا چقدر تغییرات آورده. فکر و کانتنت ما خود جور میکنیم. مردم مشکل ندارن لچ شوند، مردم مشکل ندارن که نفس خود بفروشن. پیش موضوع الیمیناتی بود، امروز مردم امو الیمیناتی ویوز و لایکس شده. بله. توجه سنی فکر کو که ای آی ویدیو هم جور کنه، پست هم کنه، کامنت هم کنه. و این مشکل خو شروعش از ما چیزی که میمونه شروعش از یعنی کنترل انفورمیشن. دویم کنترلی که در موبایلت آل ای آی خود بود، در موترت ای آی خود بود، اکاونت دیجیتال خود بود و کنترل از سکیز جمینای، کلود، انتروپیک که از کمپانی انتروپیک از کلود 5 کمپانی نیست. و کی ایرا داره؟ امریکا، چاینا. آیا سوال دیجاست ما میتونیم سرزونا 100% باور کنیم؟ آیا ارزش‌های ما با ارزش‌های اونا میخوره؟ یکسان است؟ نه. نیست. آیا تانوس تاریخ اونا چی بوده؟ تو چی میگم؟ اونا نیاز نیست بعد از یک کشور اشغال کنن که بیان دموکراسی را بیارن. او فقط در مدل خود ترین میکنه. باکسیس با کد ما خواد دوش، با کامری ما خواد دوش، در CCTV یعنی با سیستم بانکی ما، موتورای ما برقی ادوانس. او کنترل که از موجه خواد که او خطرناک ترین است. و این بحث در فیلم ها نمیبینی که یک کورپوریشن میخید و میگن ایلینز میان و ترس به طرف ماشین میبرن. نه، او ترس نخواهد بود. به نظر ما مشکل اصلی construction of conscience، ذهن سازی، و دویم کنترل زیر یک بتن. حال دیگه مردم اتم بم نخواد انداختن. به خاطر چرا 3 تا اتم بم بندازه 3 دنیا ختم است. ختم است. با چی فایده شون؟ بله، خودشون خودکشی است. مثلا کسی که امیالی که امریکا اگه اتم بم سر روسیه بندازه، امریکا ختم است، چون اونا خودشون اتوماتیک سیستم جور کردن که هیچ کس جواب نده، کل نوکارا کل شهر تارگت کردن. و فکر کو که آلی افیشنسی امو معلومات خودت تا فیدبک تا بگیره ای آی، مثل که در تیک تاک برات نشان میدم و پرسونالایز ویدیوز که خود فکر میکنی، حتی درباره چیز صحبت میکنی و فکر که همین کلش کیوریتد شوه و یک انسان باشی که خود نشناسی. و امروز 1% شده بامرای سوشل میدیا، لیکن امیر باز ضرب 100 کن. فکر میکنم این همه چیزا انسان از اصل خود خیلی دور میسازه. از بدون شک از اصل خود، از فطرت خود، از چیزی که ما هستیم. و دوستا یک چیز سوی تفاهم نشه که مثلا منظور نوروز بیان در کل منظور ما این نیست که مثلا ما خلاف تکنولوژی هستیم یا خلاف پیشرفت هستیم. منظور ما است که ما باید بیدار باشیم که ما چی استفاده میکنیم، ما باید همون تکنولوژی رو جور کنیم. بله دقیقاً. بله و ترین کنیم که در فایده ارزش‌های ما شما کار کنه. ما این کار نمی کنیم، باز چی میشی؟ شکار میشی. از ما اونا استفاده میکنن، ما باید از اونا استفاده کنیم. بله از یه دفاع خود کو، از خود اونا استفاده کو، اقلا شکار خو نشو. فعلا فکر میکنیم که ما در صف شکار ساز هستیم. بله.